برای همین مؤمنون ضرور است الله تعالی رو با 10 صفت شناسند که 8 اون ثبوتی و 2 اون سلبی است. همین حدیث هست استادم، خیلی حدیث و ثبوتی و سلبی رو نفهمیدیم چی معنی داره. ثبوتی آن صفت‌های اثبات الله تعالی هست. مثلا الله لا اله الا هو الحی القیوم، اثبات. الله تعالی زنده هست، بیدار است. اینجا صفت اثبات است. صفت سلب میگوید که ولم یکن له کفوا احد، و کسی به الله تعالی برابر نیست. شما از الله تعالی صفت نفی کردید. کسی به الله تعالی برابر لیس کمثله شیء، کسی مثل الله تعالی نیست. اینا نفی است. اسلوب قرآن و اسلوب حدیث از الله تعالی وقتی که صفت رو نفی کردنی شود، مثلا میگوید که یا آدم اگر وصف کردنی شود، میگوید که فلانی دزد نیست، فریبگر نیست، گویید اگر شما از بعضی صفت‌های انکار کردید، همین صفتی سلبی انکار کردید با صفت. قرآن و سنت وقتی که الله تعالی رو وصف میکند، اگر با صفت‌های سلبی وصف کردنی شود، نفی عام میکند. لیس کمثله شیء، مثل الله تعالی چیزی نیست. ولم یکن له کفوا احد، یگان چیز و یگان کس برابر الله تعالی نیست. نفی عام میکند. اما اثبات کردنی شد، اثبات خاص میکنه. الله تعالی بینا هست، شنوا هست، گویا هست، عالمی، حاضر و غیب است. صفات ها رو به تفصیل اثبات میکنه. ما باید تمامی صفات هایی که الله تعالی برای خودش اثبات کرده است اثبات کنیم. کدام صفات هایی که الله تعالی از خودش نفی کرده است نفی کنیم. چه خیلی که قرآن و سنت الله تعالی رو وصف کرده است، ما باید همون گونه الله تعالی رو وصف کنیم. چون که یگان شخص نسبت الله تعالی که از نظری مخلوقات غیب است داناتر نیست مثل الله تعالی خودش داناتر است. خودش را وصف کرده است در قرآن و الله تعالی بسیار خوشرو سخن میکند. و من احسن من الله حدیثا، کیست زیبا سخنتر از الله تعالی؟ نیست. الله تعالی با وصف خوب و با اسلوب بهترین خود را وصف کرده است. بعدی الله تعالی عالم ترین انسان ها در حق الله تعالی این جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. بنابراین ما الله تعالی را میشناسیم طبق وصفی که الله تعالی خود را در قرآن وصف کرده است و طبق وصفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کردند. تغییر نمیدهیم، تبدیل نمیدهیم، به صفات های مخلوقات مانند نمیکنیم و صفات های الله تعالی را چگونه گفته سوال نمیدهیم، بلکه چه خیلی که آمد از در قرآن و سنت همین خیلی اثبات میکنیم.